گندمتون رو از 12 ساعت قبل بذارین که خیس بخوره، آماده بشه واسه پخت. به اندازه نیم کیلو حدوداً گوشت گوسفند نیاز دارین. فلفل بزنین بهش یه مقدار، ادویه کاری، فقط زیاد نزنین که اون طعمو نگیره به خودش، و زردچوبه یه مقدار. بعدم آب رو اضافه کنین. بذاریم خوب بپزه که بخوایم ریش ریشش کنیم. گندم هم بذارین با آب تقریبا زیاد پخته بشه. قابلمه بزرگ میخواین واسش، چون که اینا هر کدوم که باز میشه به آب زیادتری نیاز داره، هی آبو میکشه به خودش. وقتی آب اضافه میکنین آب گرم باشه، آب جوش اضافه کنین که این یهو به شوک وارد نشه، سفت بشه گندم. همیشه آب جوش اضافه کنین وقتی میبینین آبش کم شده. حالا من به اندازه 1.5 بند انگوش فعلا آب گذاشتم، کشید به خودش. دوباره آب جوش اضافه میکنم، بالاش کف میکنه. حالا واسهتون ویدیو میگیرم که بتونین کفا رو هم جمع کنین. خب همونجوری که میبینین آبش خیلی کم شده. دوباره من بهش آب اضافه میکنم، آب جوش به اندازه همون قبلی اضافه میکنم. 2 تا قاشق کرم از این کره میریزم توش، 2 تا قاشق غذاخوری. خب من 2 تا قاشق رو ریختم، یعنی انداختم توش. سرشو دوباره میذارم، دوباره گندما بپزن واسه خودشون. خب این کفای روش رو بگیرین بریزین به با گوشتکوب برقی بلندش کنید همتو. خب از این آب گوشتمون برمیداریم، به مواد اضافه میکنیم. خب یه مقدار دارچین با یه مقدار شکر اضافه میکنیم، دوباره همش میزنیم. خب الان کل گندما رو پوره کردیم. در این حد میذاریم تا دم بیاد، هی همش میزنیم. گوشتایی که اینجا گذاشتیم و ریش ریش میکنیم بهش اضافه میکنیم. خب گوشتمون هم ریش ریش میکنیم. سخون رو بکنم. این تمام این چربی های دورش رو بگیرین. این چربی هایی که هست این پوست دورش رو میکنم، بعد ریش ریش میکنم، دوباره نشونتون میدم. خب گوشتا رو ریش ریش کردم، بهش اضافه میکنم همه رو. بعد با بلندر دوباره گوشتکوب برقی دوباره بلندش میکنم.
گوشتار ریش ریش توش مشخص. خب الان به مدت 45 تا 1 ساعت بذارین سر گاز. هر چند دقیقه یه دفعه هم یه هم بهش بزنین تا کشدار بشه.